بمب اتم، سلاحی که روند جنگ‌ها و قدرت را تو جهان تغییر داد. سلاح قدرتمند با تخریب پذیری باور نکردنی. بشریت به سلاحی دست پیدا کرد که فقط با فشار دادن یک دکمه و شروع جنگ اتمی کره زمین برای همیشه نابود خواهد شد. جالبه تاریخ طول دراز انسان و عمر طولانی کره زمین فقط با سلاح قابل نابود شدنه برای همیشه. امروز میخوایم راجع به بمب اتم و قدرت‌های اتمی صحبت کنیم که ما ایرانی‌ها با این موضوع خیلی آشنا و درگیریم. ساخت بمب اتم. درود رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه و سلامت باشین. یه مدت نبودم، امتحانات داشتم و بعد از امتحانات متاسفانه جنگ شروع شد و برای 2 هفته اینترنت ها قطع شد. حالا اینجا با موضوع داغ کشور خودمون که درگیرش هستیم، قدرت اتمی شدن. تمام مردم بیگناه کشورم که در جنگ کشته شدن یادشون گرامی باشه. جنگ هیچ وقت چیز خوبی نبوده و نیست. برنده و بازنده ای نداره. دو طرف بازندن. راجع به این موضوع هم در آینده ویدیو درست میکنم. توی این ویدیو به تاریخچه پیدایش بمب اتم و ساختش و استفاده‌هایی که ازش میشه، چجوری کار میکنه و اینکه چطوری میشه دست پیدا کرد حرف میزنم. اوایل قرن 20 دنیای فیزیک در حال دگرگونی بود. نظریه‌های نوینی درباره ساختار ماده و انرژی مطرح می‌شدند. در سال 1905 میلادی آلبرت انیشتین در نظریه نسبیت خاص فرمول معروفی رو مطرح کرد که معمولا ما باهاش تو درس‌های فیزیک آشنا هستیم. E mc = 2. این فرمول نشان میداد که مقدار کمی جرم میتونه به انرژی بسیار زیاد تبدیل بشه. اساس نظریه بمب اتم هم همین بوده. این نظریه در سال 1905 فقط مطرح شده بود و هنوز تبدیل به فناوری نشده بود. در سال 1938 دو دانشمند آلمانی به نام اوتو هان و فریتز موفق شدن شکافت هسته اورانیوم رو به صورت تجربی مشاهده کنند. این دو نفر فهمیدن که با برخورد یک نوترون به هسته اورانیوم این هسته شکافته میشه و ضمن آزاد کردن انرژی زیاد نوترون‌های جدیدی هم آزاد میکنه که میتونن زنجیره از شکافت‌ها را به راه بندازن. حالا یعنی چی؟ اگه توی جدول مندلیوف هم نگاه کنید عدد اتمی اورانیوم 92 هستش. یعنی از بقیه ماده ها بیشتر الکترون و پروتون در حالت عادی داره. با برخورد نوترون به هسته اورانیوم چنان نیروی تولید میشه که چندین برابر چاشنی منفجره هستش. اگه بخوایم با چاشنی‌های منفجره همچین نیروی تولید کنیم، باید چندین تن یا بیشتر مواد منفجره تولید کنیم. با کمترین وزن بیشترین تولید انرژی که تا اون زمان یعنی سال 1905 همچین چیزی باورپذیر نبود و بشر فکر میکرد وجود نداره و اینطور بود عصر اتم شروع شد. با شروع جنگ جهانی دوم در سال 1939 و بالا گرفتن درگیری آمریکا و آلمان و ساخت بمب اتم توسط نازی‌ها، آمریکا پروژه محرمانه را شروع کرد. با چند تا کشور دیگه. این پروژه که بین سالهای 1942 تا 1945 بود، صدها دانشمند رو گرد خودش در آورد. اسم این پروژه منهتن بود. در رأس این پروژه رابرت اوپنهایمر بود که بعدها به پدر بمب اتم معروف شد. دانشمندی مثل انریکو فرمی، نیلز بور، ریچارد فاینمن، بسیاری دیگه نیز در توسعه این فناوری نقش کلیدی داشتند. بعد 3 سال در سال 1945 اولین آزمایش بمب اتم به نام آزمایش ترینیتی در صحرای نیومکزیکو انجام شد. انفجاری که نور آسمان را شکافت و قدرت آن با هیچ سلاحی شناخته شده‌ای در تاریخ بشر قابل مقایسه نبود. در سال 1945 و آخرین روزهای جنگ، آمریکا برای به زانو درآوردن ژاپن از 2 بمب اتم استفاده کرد. بمب اتم اول بمب اورانیومی بود به نام پسر کوچک. در هیروشیما منفجر شد که باعث کشته شدن از 140,000 نفر در اثر انفجار و تابش بمب اتم بود و تنها 3 روز بعد بمب پلوتونیومی به نام مرد چاق بر روی شهر ناکازاکی انداخته شد که جون 70,000 نفر را گرفت. چند روز بعد ژاپن بیچون و چرا تسلیم آمریکا شد. این تنها استفاده نظامی از سلاح هسته‌ای در تاریخ بشر بوده. فیلم اوپنهایمر که در سال 2024 منتشر شد درباره چگونگی و ساخت بمب اتم هستش. سلاحی که حیات بشر و کره زمین رو تهدید میکنه. رفقا لایک و سابسکرایب فراموش نشه که حمایتتون باعث میشه من زود ویدیو بدم، انگیزه بیشتری داشته باشم. ممنون. در کل 2 نوع بمب اتم داریم.
نوع اول که با اورانیوم و پلوتونیوم هستش، بمب شکافت هسته‌ای بهش میگن که تو سال 1945 کشف شده. در هیروشیما و ناکازاکی هم استفاده شده، اما ساده است ولی مخرب. نوع دوم بمب گرمایی یا بمب هیدروژنیه. این بمب از فرآیند همجوشه هسته‌ای استفاده میکنه که تو ستاره‌ها رخ میده که قدرتی 10 برابر بمب شکافتی یا اورانیومی داره و تو سال 1952 کشف شده. پس از جنگ جهانی دوم رقابت تسلیحاتی وارد مرحله جدیدی شد. خیلی از کشورها به دنبال دستگاهی با بمب اتمی رفتن تا قدرت نظامی و سیاسی خودشون رو محکم کنن. همین علت باعث نگرانی جهانی درباره گسترش سلاح‌های هسته‌ای افزایش پیدا کنه. برای همین جامعه جهانی دنبال سازمانی بود که توسعه صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای رو ترویج بده و از سوء استفاده‌های نظامی این فناوری جلوگیری کنه. نظارت بازرسی داشته باشه از کشورهای صاحب بمب هسته‌ای. این ایده اولین بار توسط رئیس جمهور آمریکا آیزنهاور در سال 1953 در سازمان بین‌الملل مطرح شد و بعد از 4 سال در سال 1957 آژانس انرژی اتمی تأسیس شد. حالا هدف این سازمان چی بود؟ ترویج استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، بازرسی و نظارت بر تأسیسات هسته‌ای کشورهای عضو سازمان، افزایش ایمنی و امنیت هسته‌ای، تایید پایبندی کشورها به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که تقریباً در عمل این سازمان هیچ نقشی نداره، یا اگرم داره برای قدرت‌های جهان مثل آمریکا یا روسیه هیچ کدوم از قوانینشون عملی نمیشه و میشه دید که هر روز این دو کشور کلاهک‌های هسته‌ای بیشتری میسازن و فقط زورشون به کشورهای مثل کشور خودمون میرسه. نقش این سازمان اینه که گزارشات فنی و رسمی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه بده، از تأسیسات بازرسی کنه و خطرات زیست محیطی رو ارزیابی کنه. به غیر آمریکا بابت سلاح هسته‌ای از تمام جهان پاسخ میخواد. این سازمان 3 پیمان یا 3 تا اصل داره. اصل اول عدم دستیابی کشورهای غیر هسته‌ای به سلاح هسته‌ایه. دومی خلع سلاح کشورهایی که بمب اتم دارن. سوم حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برای همه اعضا که هیچ کدام برای آمریکا صدق نمیکنه. البته این آژانس 175 کشور عضو داره که ایران جزو اعضای فعال هستش. این بود جریانات بمب هسته‌ای و آژانس بین‌المللی اتمی. جریانات کامل توضیح دادم که برسیم به کشور خودمون که سالیان ساله به خاطر ساخت کلاهک هسته‌ای زیر تحریم‌های سنگینه که باعث نابودی اقتصاد و شکستن کمر مردم ایران در طی سالیان شده و حالا در سال 2025 باعث جنگ و نابودی نیروگاه‌های ایران شده. می‌خوایم با هم یه نگاه کامل به تاریخچه قدرت اتمی شدن ایران بندازیم و ببینیم کی ایران اقدام به ساخت نیروگاه هسته‌ای کرد. ایران تحت حاکمیت محمد رضا شاه همون ابتدای تأسیس آژانس اتمی در سال 1957 قدم برای انرژی اتمی شدن برداشت و توافقی با آمریکا امضا کرد در قالب برنامه اتمی برای صلح. هدفش هم استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی بود. تو سال 1967 با کمک آمریکا راکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی در دانشگاه تهران راه انداختن و در سال 1907 ایران به پیمان عدم اشاع سلاح هسته‌ای پیوست و تعهد داد از انرژی هسته‌ای فقط برای مصارف صلح‌آمیز استفاده کنه. و دهه 70 میلادی ایران قراردادهای با آلمان غربی و فرانسه برای ساخت نیروگاه هسته‌ای امضا کرد و نیروگاه بوشهر رو ساخت. تو این دوره ایران صرفاً به دنبال استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بود، اما از همون ابتدا به دنبال توانمندی صنعتی و بومی‌سازی این فناوری بود. تمام پروژه اتمی شدن ایران تا سال 1979 در حال جلو رفتن بود که تو این سال تو ایران انقلاب شد و جمهوری اسلامی روی کار اومد. بعد از انقلاب اسلامی همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های هسته‌ای با ایران کاملاً قطع شد. پروژه‌های مثل نیروگاه بوشهر متوقف موند، اما تو دهه 90 برنامه هسته‌ای ایران دوباره به شکل جدیدی استارت خورد. این بار با همکاری دشمن دیرینه ایران، روسیه، برای تکمیل نیروگاه‌های بوشهر. تا سال 2002 همه چی طبق قوانین آژانس اتمی پیش میرفت تا زمانی که گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی به نام شورای ملی مقاومت در کنفرانسی در واشنگتن وجود 2 سایت هسته‌ای مخفی در نتنز و عراق را افشا کردند. آژانس اتمی وارد عمل شد و برای بازرسی تأسیسات به ایران رفت و اینجا بود که خیلی از کشورهای غربی ادعا کردند ایران ممکنه به دنبال توانمندی برای تولید سلاح هسته‌ای باشه، هرچند جمهوری اسلامی همیشه تاکید کرده که برنامه‌اش صرفاً صلح‌آمیزه. همین آغاز بحران هسته‌ای ایران و آغاز تحریم‌های سنگین علیه ایران و نابودی اقتصاد ایران شد.
تا سال 2015 که توافق تاریخی برجام امضا شد که طی اون ایران خیلی از برنامه‌های هسته‌ایش رو محدود کرد. در مقابل تحریم‌ها هم کاهش پیدا کردند. از سال 2003 تا سال 2015 سالهای مذاکره ایران و آژانس و کشورهای غربی بود. این توافق زیاد طولی نکشید که تو سال 2018 آمریکا به رهبری ترامپ از برجام خارج شد. تحریم‌ها دوباره برگشتن، این بار سنگین‌تر از قبل. در منطقه کشوری است که به شدت با اتمی شدن ایران مشکل داره. اسرائیل، کشوری که معتقد اتمی شدن ایران یعنی تهدیدی برای منطقه و جهان. از این رو از ابتدای انقلاب جمهوری اسلامی دشمن سرسخت اسرائیل بود و دولت اسرائیل رو رژیم اشغالگر میدونه و در منطقه همش در حال کشمکش با هم دیگه بودن. جمهوری اسلامی با نیروهای نیابتی خودش در لبنان و فلسطین و سوریه و یمن در حال جنگ با اسرائیل بود و در همین حال هم در حال توسعه برنامه‌های اتمی خودش بود. برای مثال اگه ایران غنیسازی 90% رو شروع کنه ولی بمب نسازه، بازم اثر بازدارنده داره. یعنی هر وقت اراده کنه میتونه بمب اتم بسازه و اگر جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا کنه، اسرائیل هیچ وقت نمیتونه بهش حمله کنه چون پاسخ فاجعه باری داره. همین رو اسرائیل شروع کرد به ترور دانشمندای هسته‌ای جمهوری اسلامی، حملات سایبری و برنامه‌های حملات پیشگیرانه به تجهیزات هسته‌ای و مراکز کلیدی در ایران. در این جنگ 12 روزه اسرائیل به مکان‌های استراتژیک ایران حمله کرد ولی توان حمله به یکی از کلیدی‌ترین نیروگاه‌های ایران رو نداشت، یعنی نیروگاه فوردو. 100 متر زیر زمین هستش و توی دل کوه قرار داره، با دیوارهای ضخیم بتونی پوشیده شده. چرا حالا فوردو اینقدر کلیدی و مهمه؟ چون به 60% غنیسازی رسیده، یعنی سطح نظامی و غیر قابل دسترس برای اسرائیل و آمریکا بود. به همین راحتی نمیتونستن بهش آسیبی برسونن چون در برابر حملات هوایی و موشکی مقاوم بود و اسرائیل توان حتی خط انداختن روی این نیروگاه هم نداشت. همین رو آمریکا با عملیات چکش آهنین با جت‌های B2، یکی از مرموزترین و پیشرفته‌ترین بمب‌افکن‌های تاریخ، به نیروگاه هسته‌ای فوردو حمله کرد. این بمب‌افکن قابل شناسایی در رادار نیست به خاطر حرارت موتورش که مخفیه، سطح جذب کننده امواج رو داره و صدای کمش. B2 تنها بمب‌افکنی هستش که قابلیت حمله به خاک دشمن به صورت مخفی کاری رو داره و همینطور قابلیت حمله بمب‌های سنگرشکن رو داره. در این جنگ 12 روزه آمریکا به نیروگاه فوردو 6 بمب سنگرشکن زد. به گفته خودشون این نیروگاه که میلیاردها دلار خرج ساختش شده بود رو نابود کردن، ولی طی گفته‌های جمهوری اسلامی این نیروگاه سالم است. کدوم طرف درست میگه خدا میدونه. آمریکا بعد از نابود کردن نیروگاه ایران دوباره ایران رو دعوت به مذاکره کرد. خیلی از کشورها حمله آمریکا رو محکوم و خیلی دیگه گفتن که این حمله درست بود و حمایتش کردن. من میخوام نظر شما رو بدونم، درست بوده یا نبوده؟ برام این زیر کامنت کنید. این بود تاریخچه بمب اتم که چطوری ساخته شده. خواستم براتون شفاف کنم چون خودمون شده توی اخبار و این ور اون ور شنیدیم ولی نمیدونیم موضوع کامل چیه و من همیشه سعی میکنم تو چنلم راوی باشم، یعنی طرف حقیقت و طرف درست، و سعی میکنم که دروغ نگم یا اینکه طرف کسی رو نگیرم یا اینکه شما بهم بگین که کدوم طرف درست تره. و از اولم که این چنل رو من تأسیس کردم هدف شفاف سازی خیلی از چیزا که ما نمیدونیم. باهاشون سر و کله میزنیم ولی اطلاعاتی نداریم راجمشون و این یه جورایی احساس میکنم رسالت من بوده. امیدوارم که همینطوری باشه و چیزی به کسی یاد بدم. خب این ویدیو همینجا تموم میشه. ولی ویدیو بعدیمون راجع به درگیری‌ها توی خاورمیانه است که این درگیری از کجا شروع شده و چرا به اینجا رسیده. امیدوارم حال تک تکتون خوب باشه و همیشه تو سلامتی باشین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار و مواظب خودتون باشین.